که گفتی افتاده. آقا رفیق ما نوریزاده شعر گفت بر اومدن خمینی. رفیق ما نوری‌علا مقاله نوشت که آقا پدیده عالم تشیع. اینا از روی خیانت نبود، از روی نادانی بود، عدم شناخت بود. معذرت میخوام حالا راجع به این دو تا اسمی که آوردم نه، ولی یه چیز دیگه هم بود، مسئله پرنسیپ هم بود. در رژیم گذشته در ایران قبل متاسفانه تو چند زمینه کمکاری شده بود. تو دو تا زمینه‌شو من بهتون میگم. تقصیر شاه هم نبود، تقصیر ما مردم بود. یکیش شناخت تاریخ. ما اصلا تاریخ رو نمیشناختیم. آقا کریم سنجابی میدونست مصدق بیشتر از اونی که با شاه اختلاف داشته باشه با کاشانی اختلاف داشته، با روحانیت. چطور شد دستبوس خمینی؟ تاریخ رو نمیشناخت، پرنسیب هم نداشت. یه مشکل بزرگ ما مردم مسئله پرنسیبه که الان هم گرفتارشیم. همینایی که میبینی میگن ولی فقیه، خدا میدونه به جون بابام تقی به توقی بخوره تیغ ژیلت میشه 5 میلیون تومان. اصلا گیر نمیاد. تمام کشورهای همسایه ما باید تیغ ژیلت تولید بکنن برای تراشیدن این ریشا، برای اینکه پرنسیب وجود نداره. من در تمام دوره‌ای که تو روزنامه ایران نوین بودم، در تمام دوره‌ای که تو رستاخیز بودم، یک کلمه مجیز دوره‌های پهلوی رو نگفتم. برید بخونید، برید مقالات منو بخونید. در روزنامه رستاخیز من مقالاتم، جوان‌ترین آدمی بودم که مقالاتم چاپ میشد. این آقای حسین سرفراز زنده است، خدا رو سالها زنده، دبیر من بود. همه مقالاتم راجع به مسائل شهرداری، گرفتاری‌های شهرسازی یا مسائل پزشکی، نمیدونم سیستم‌های پزشکی، فلانی حرفا بود. و مرهون 2 تا آدمم هستم، یکی بابام، یکی دکتر سمسار. پرنسیپ رو از این 2 تا من یاد گرفتم که نمیتونی هر روز رأی عوض کنی. آقا تو اگر با جمهوری اسلامی مخالفی، با خمینی و خامنه‌ای مخالف نیستی، با یک اصولی مخالفی. اگر با این اصول مخالف باشی تو حتما با موسوی مخالفی، حتما با کروبی مخالفی. حالا این موسوی و کروبی بشن خدا، باز باشون مخالفی. این بهش میگن پرنسیپ. رفقای ما ندارن، کارش نمیشه کرد. آقا اینی که من یه روز پرچم بذارم یه روز نذارم مسئلهش پرنسیپ. قبل از که به خیانت ربط داشته باشه به پرنسیپ ربط داره. بنده این علیرضا نوری‌زاده اصلا بچگی دوستش داشتم. خب یه نسل جلوتر از من بودن دیگه، دوستش داشتم، با هم رفیق بودیم. خدا میدونه به جون خودش قسم میخورم که جلو دوربینم قسم خورد، به جون خودش. شب اومد تو خونه من، تخم مرغ نیمرو درست کردم جلوش گذاشتم، گفتم آقای نوری‌زاده، یه شاهدم اونجا بود، خانم دکتر عزیزی هم شاهده. گفتم آقای نوری‌زاده شما تلویزیون وا میکنی، پرچمم نمیذاری، منم تمام قد جلوت وای میسم. گفت شوخی میکنی؟ گفتم به خدا شوخی نمیکنم. گفت دارم نون نمک تو میخورم. گفتم نوش جون، اینا ربطی به هم دیگه نداره. همه نمیتونن اینجوری باشن. میبودی نمیتونه، میبودی رفیقه، میبودی با همه عالم و آدم رفیقه. میبودی اگه بدون یه دشمن داره امشب تا صبح خوابش نمیبره، فردا کاری میکنه اون دشمنه باش رفیق شه. بابا سیستم اخلاقیش اینه، کاریش نمیشه کرد. میبودی 4 تا از این برنامه‌ای که علیه من درست شده یکیش علیه اون درست میشد، خدا میدونه دیگه جلو دوربین نمیومد. علی خان ببخشید دیگه روز آخری داریم بساطمون رو جمع میکنیم. به هر حال همه خوبن، همه دارن بیشترین تلاششون میکنن، هر کسی به اندازه. آقا جون ما نه مردیم، نه مجلس ختممونه، نه قرار عزاداری برگزار بکنیم. مبارزه همینه، یه روز کمه یه روز زیادی، یه روز رو هاتبرد یه روز نیستی، یه روز میری هاتبرد رو میخری. من اینجوری نگاه نکنی.
یه وقتی مثلا هفته دیگه اومدم جلوی دوربین نشستم گفتم خانم آقایون ما الان داریم یه قرارداد می‌بینیم ترانسپاندر هاتبرد رو بخریم. جنگ یعنی این. جنگ معنیش این نیستش که تا یه سنگر رو از دست دادی برید زانو غم بغل کنی. همایون نه مرده است نه مردنیه، کانال 1 نه مرده است نه مردنیه. این پنبه رو از گوشتون در بیارین. این اسمش جنگه، اسمش مبارزه است، اسمش تاکتیکه، اسمش عقب جلو رفتنه. ولی همه باید روحیه‌مون رو حفظ کنیم، قوی هم حفظ کنیم. حالا البته سخته تو این اوضاع احوال، خیلی سخت است و خیلی مشکل. اولا من از تمام کسایی که یاری دادید ممنونم. احتیاج داریم خیلی بیشتر از اینها. ببینید آقا جون، الان کسایی که آمادگی این کار رو دارید، ببینید یک کمپانی آمریکایی آمده برای ما به طرح ما یک برندی رو به ثبت رسونده به نام لاین، شیر. یک برندی رو، و این در ابعاد خیلی، هیچی نشون ندین تا من بگم، در ابعاد خیلی گسترده آمریکایی خواهد بود. یعنی کراوات، عطر و